برای اولین بار در ایران امکان ارسال پیام صوتی سریالی راه اندازی شد. دیگه نیاز نیست هر وقت که خواستید ارسال پیام صوتیتون رو انجام بدید برید داخل پنل تنظیم کنید، انتخاب کنید گیرندگان و ارسالتون رو بزنید. یک بار تنظیم کنید، ساعت ارسال رو به سیستم بدید، مقدار ارسال رو بدید و سیستم به صورت سریالی، یعنی پشت سر هم، در روزها، زمانها یا بازه‌های تاریخی که شما دوست دارین ارسال پیام صوتیتون رو انجام میده. به این روش ما میگیم ارسال سریالی. اگه دوست داری راجع به پنل مدیرکال، اپراتور پیام صوتی اطلاعات بیشتری کسب کنی، در ادامه برات توضیح میدم. مدیرکال رو با نام‌های مختلفی میشناسن: پنل پیام صوتی، پیامک صوتی، تماس انبوه، تماس تبلیغاتی. فرق نمیکنه چی صداش میکنی. ما در این پنل کاربری تمامی قابلیت‌ها و امکانات ارسال پیام صوتی یا تماس انبوه تبلیغاتی رو در اختیارتون قرار میدیم. مدیرکال، اپراتور پیام صوتی و تماس تبلیغاتی، در پنل کاربری که در اختیار شما قرار میده انواع روش‌های ارسال رو داره. از جمله اینکه میتونید صدای خودتون رو ضبط کنید، یا میتونید از هوش مصنوعی یا صداهای ماشینی استفاده کنید، یا توسط گوینده‌های حرفه‌ای صدا رو ضبط کنید و ارسال تماستون رو انجام بدید. از پنل پیام صوتی برای 3 روش ارسال استفاده میشه. اولیش برای زمانی که شما میخواین ارسال تماس انبوه تبلیغاتی داشته باشین، جشنواره فروشی دارین، کمپینی دارین. دومین حالت برای زمانی که میخواین یک اطلاع رسانی رو از طریق وب سرویس یا نرم افزاری انجام بدید، مثل زمانی که یک رویدادی داره اتفاق میفته، پیام ماشینی دزدگیرها یا اطلاع رسانی دانشگاه‌ها یا خبرهای فوری که نیاز اطلاع رسانی آنی انجام بشه، مثل اطلاع رسانی پرداخت قبض آب و برق. و سومین حالت برای ارسال OTP صوتیه، یعنی زمانی که میخوایم به جای ارسال پیامکی رمز یک بار مصرف از تماس یک بار مصرف برای ارسال رمزتون استفاده کنید. توی پنل مدیرکال از یه دونه پیام صوتی تا هر چند تا که دوست داشته باشید بدون محدودیت میتونید ارسال بزنید و انواع روش‌های ارسال و انواع گزارشگیری‌ها وجود داره. دقت داشته باشید ما سیستم مدیریت ارسال داریم، به این صورت که اجازه نمیدیم هیچ گیرنده‌ای اذیت بشه یا در ساعاتی که دلش نمیخواد پیام رو دریافت بکنه، یا اینکه اگر دوست نداشته باشه پیام صوتی دریافت کنه میتونه لغوش کنه و این عالیه، شما هیچ کس رو اذیت نمی‌کنید. از جمله مزیت‌هایی که ارسال پیام صوتی داره ارتباط صمیمانه و ملموس‌تر با گیرنده، هزینه ارزان‌تر نسبت به ارسال پیامک، استفاده از لهجه و گویش و انتقال راحت‌تر و آنی مطلب، بانک شماره سراسر کشور و وب سرویس برای اتصال به نرم افزارها و برنامه‌ها. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت مدیرکال مراجعه کنید و از ما مشاوره بگیرید. ما شما را راهنمایی می‌کنیم تا از ابزار و امکانی که وجود داره در بهترین حالت ممکن استفاده کنید.